امیر جان 2.5 ساله دیگر به اسباب‌های طبیب عادت کرده است. او را مادرش منتظم به نزد دکتر خون آورده تشخیص میکنند. چند روز اخیر از خونروی زیاد به حال شده است. بیماری امیر جان گیموفیلیا یک نوع نادری بیماری خون است. یکمین بار 6 ماه بود اومده بودم پیش پروفسور اومده بودم. گفتند که این بیماری گیموفیلیا دارد. من نمیدونستم، از این درد بی خبر بودم. به اهمیت تا 1 سالگی، بعد 1 سالگی افتید خونش من نشد. همین قدر دستگیری همین قدر آخر عاقبت فهمیدیم که همین درد گیموفیلیا است ارثی. گیموفیلیا یک نوع بیماری نورساگی ماده ها در ترکیب خون است که به گفته طبیبان راه تبابتش تا حال پیدا نشده است. در تاجیکستان رسما بیش از 600 نفر به این بیماری ثبت شده است. گیموفیلیا بیشتر به طور ارثی انتقال می‌یابد. برادران اسلامی دین و سلامی دین هم بیماری گیموفیلیا را از والدین میراث گرفتند. درس میروند مکتب خانه میروند اوسر میویند خوینا دستشون بسیار پرتاده می‌نویسه اینجا درد میکنه بوینا پوچه‌شون است درد میکنه هم بوقمو درد میکنه بعد با بسیارترش کراوید میکنه یگونجوش چشید من میکنه خون بیوید. از بیماری گیموفیلیا اکثرا مردان اذیت میکشند. به گفته متخصصان در کشورهای خارج افراد مبتلا به این بیماری میتوانند تا 60-70 سال عمر ببینند، اما به دلیل نبود شرایط و سر وقت از شدت خونروی جلوگیری نکردن در تاجیکستان تعداد کمی آنها تا به سن 50 میرسند. هنگام لط خوردن، آسیب گرفتن، بریدن یگان موقع ارگانیسم بعد جراحی در اینها خونروی دشوارمند شونده دوامناک دیده می شود. یکی از نشانه های همین بیماری این خونریزی دوامناک می باشد. 17 اپریل در جهان چون روز بیماری گیموفیلیا یاد می شود. 3 سال اخیر گرفتاران این بیماری در تاجیکستان در این روز گرد هم می آیند. امسال مبتلایان این بیماری از مقامات خواستند برای بهبود بخشیدن شرایط معالجه بیماران گیموفیلیا هم برنامه مخصوص قبول شود. نجیب عزیزی راهبر سازمان جمعیتی گیموفیلیا ها باور دارد با قبول برنامه فراگیر بیماران معالجه بهتر می شود. من کسالم بودم، پدرم سری دست میکرد به مکتب میانه میبود که من راه گشتن نمیتونستم، پوچواره میکرد، دست برام میکرد. من خواندم مقصد یگانه من همین است که من میخواهم که درباره بیماری گیموفیلیا به حکومت جمهوری تاجیکستان، به پارلمان جمهوری تاجیکستان برنامه پیشنهاد نام وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد نامد برنامه ملی قبول نمودن برنامه ملی برای بیماران گیموفیلیا. ما باوری دارم که ان شاء الله خدا خواهد هیچگاه ما رو پرزیدنت مملکت تنها نگذاشته است و نخواهد گذاشت. در تاجیکستان بیماری گیموفیلیا با داروهایی که طریق کمک بشردوستانه وارد می شوند معالجه می گیرند، ولی نبود داروی دسترس و هم متخصصان گیموفیلیا مشکلی این بیماران را افزوده است. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، آزادی، دوشنبه.